میخوای مسیرتو تغییر بدی؟ باید رو خودت کار بکنی. باید نسبت به محیط اطرافت مراقبت بکنی. نسبت به افرادی که باشون هشت و نشت داری باید دقت بیشتری بکنی. روی شنیدهات بسیار حساس باش. گوش دروازه ورود به اعماق وجودمونه. هر چیزی که میشنویم، اهم از مثبت و منفی، به طور مستقیم و غیر مستقیم بر ضمیر ناخودآگاه ما تأثیر میگذارن و در صورت استمرار با آرزوها و باورها و ترسهامون تبدیل میشن. اگر در محیطی زندگی میکنید که افرادی که با شما هشت و نشت دارن از الفاظ عباراتی مثل نمیتونی، نمیشه، من میدونم، تجربه قبلی نشون داده که نشده و سایر الفاظ مشابه، حتما سعی کنید مراوداتتون رو با این افراد به حداقل برسونید. چون وقتی با شما شروع میکنن به صحبت کردن و الفاظ عبارات منفی رو به شما منتقل میکنن، تمام انگیزه های شما رو از بین میبرن و شما رو از جایگاه یک فرد موفق طبیعتاً میگرن پایین و به سمت یک فرد غیر موفق سوق میدن. یادمون باشه شنیده های ما باید حتما گزینشی باشن. اونهایی که ما رو در رسیدن به اهدافمون تقویت میکنن بگیریم و بشنویم و از اونهایی که ما رو از مسیرمون دور میکنن حتما پرهیز کنیم.